به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام زبان آموزان ارجمند. درس 18 است از سلسله درس های ترکی برای نوآموزان. الفبای زبان ترکی حرف ن. نماز، 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 نماز خواندن. نانه، 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 پودینه. نار، 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 انار، انار. نهیر، 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 دریا. نهیر دریا رو یک چیز دیگه میگوین، یک کلمه دیگر ارمک، 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 ارمک نیز دریا می شود. خب این بود درس 18. تا درس نوبتی، خدا نگهدار.